امیدواریم که خداوند بهمون توفیق بده که بالاخص در این ساعات و لحظات و ایام بسیار پرفضیلت مبارک، دهه مبارکه ذی‌حجه که آغاز شده و داریم شبها و روزهای اون رو پشت سر میگذاریم، خداوند بهمون توفیق بده که بتونیم واقعا جبران گذشته رو بکنیم. خداوند مهیا کرده، آماده کرده زمین و زمان رو برای بندگان مؤمن و صالحش که گذشته رو جبران بکنن. ما احادیث فراوان داریم که حدیث معروف و مشهوری که بارها شنیدید که پیامبر علیه السلام میان این روزها، یعنی 10 روز اول ذی‌حجه رو اینگونه معرفی میکنن، میفرمایند هیچ روزهایی نیست، یعنی هیچ روزی شما پیدا نمی کنید در طول این 12 ماه، هیچ روزهایی شما پیدا نمی کنید که اعمال صالحه، اعمال نیک، کارهای خوب، عمل خوب در اون این گونه محبوب باشه به مانند این 10 روز. یعنی چنان خدا اعمال نیک دوست داره در این 10 روز که در هیچ روزی این گونه شما نمیابید. خدا همیشه دوست داره، اما خب خداوند از روی لطف و کرم خیش این روزها رو انتخاب کرده که اعمال نیکمون بارور بکند، مضاعف بکند، اجر و ثواب عظیم به اون بدهد تا من و توی خطاکار ضعیف بیچاره درمانده بتوانیم با اعمال نیک در این 10 شب و 10 روز بالاخص روزهای اون احیا بکنیم و جبران گذشتمون بکنیم، جبران ضعف‌ها رو بکنیم و آینده درخشانی داشته باشیم. زمینه است برای ترقی، اما ترقی ایمانیمون، ترقی دینیمون، ترقی معنویمون که رشد بکنیم از نظر ایمانی، آج بگیره ایمانمون، یه رقابت و چشم همچشمی به وجود بیاد. وقتی جامعه به حرکت میاد، افراد جامعه میبینید که تو این ایام بیشتر تلاش میکنن، افراد انس میگیرن با عمل صالح، با کردار نیک، با گفتار نیکشون. سال شد که حتی جهاد در راه خدا، فرمودن علیه السلام حتی جهاد در راه خدا، این اگر کسی در غیر این ایام جهاد بکنه به پای اعمال صالحه نمیرسه، مگر اون جهاد استثنایی که فرمودن کسی با مال و جانش بره در راه خدا جهاد بکنه، برم نگرده، شهید بشه، مالشو بده، که اون دیگه یک وضعیت استثنایی است. این در مورد خود دهه هست. حالا چگونه این دهه، هنوز الحمدلله آغاز این دهه هست، چطوری احیاش بکنیم؟ بیشتر توصیه شده در رابطه با روزهاش. روزهای دهه ذی‌حجه از شبهاش برتری دارن. به همین جهت احادیث اگر نگاه بکنید همه در لفظ ایام هست. افضل ایام دنیا ایام العشر، برترین و بهترین روزهای دنیا، در این دنیا شما بهتر از این روزها پیدا نمی کنید، همین 10 روز است. میتونید اونایی که استطاعت دارن روزه بگیرن و روایت هم شده که پیامبر علیه السلام 9 روز این دهه روزه بودن. خب روز دهم که روز آخر این دهه هست دیگه، روزه درست نیست، روز عید قربان هست، یعنی روز عید قربان پایان این دهه مبارکه هست. اون 9 روزش هر کی بخواد میتونه روزه بگیره. حالا 1-2 روزم گذشته، ایام باقی مونده افراد اگر خواستن 1 روز 2 روز کمتر یا بیشتر میتونن روزشو بگیرن. یکی از اعمال صالحه هست صدقه کردن. انسان هر روز از این روزها یه مقداری بر حسب توانمندیش صدقه بکنه، ورد و ذکری، دعایی، صله رحمی، هر عمل نیکی که میتونید. آدم بایستی حریص باشه وقتی بهش بگن مثلا در این فصل، در این ایام، در این لحظات، در این چند روز اگر شما یک مثلا حرکتی داشته باشید، یک معامله و تجارتی داشته باشید، یعنی دیگه استثنایی است، یک سود و فایده استثنایی به شما داده میشه که در هیچ روزهایی به آدم داده نمیشه. خیلی بالا، سود خیلی بالا. آدم حریص میشه، آستین رو بالا میزنه، کمر همت رو میبنده که در این چند روزی که میتونه شاید مثلا یه وقتی به انسان بگن شما 10 روز تلاش بکنید یا 15 روز تلاش بکنید که تمام هزینه زندگی 1 سال شما میتونید به دست بیارید. شما مثلا هزینه زندگیتون در طول سال بگیم 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 5 میلیون تومانه، مثلا کل خرجیتون برای خودتون و خانوادهتون در طول سال 12 ماه شما 2 میلیون تومان مثلا خرجیتونه. بهتون بگن بله الان به گونه‌ای هست که این 10-15 روز اگر شما کوشش بکنید اون 2-3 میلیون تومانی که شما در طول سال بهش نیاز دارید گیرتون میاد. خب آدم عاقل به کی میگن؟ میگه چقدر خوبه ما 15 روز بخوایم تلاش بکنیم این همه گیرمون بیاد، باقی ایام میتونیم برنامه ریزی بکنیم برای زندگیمون، از اوقات فراغتمون استفاده بکنیم، خیلی راحت میشیم، راحت تر از زندگی میتونیم پس انداز بکنیم در اون چند ماه دیگه که کار میکنیم، خیلی راحت تر.
حالا این 10 روز هر قد آدم هم بر خودش سخت بگیره 10 روزه میگذره. وقتی به آدم گفته بشه که در این 10 روز عمل صالح میتونه آیندهت، نه آینده دنیا، آینده برزخت، قبرت، فردای قیامتت رو تأمین بکند، که اگر این 10 گذشت و مردید جبران مافات بشود، اگر 10 سال 20 سال 30 سال در غفلت بودید میتونید، این دیگه لطف خداست. این گونه نیست که بگیم پس ما مثلا یه مجوزی است برای ما که در طول ماه و سال گناه بکنیم بعد در 10 روز آدم بپردازه به عمل نیک دیگه تمام شده رفت. بس این نیست، بس اینه که ما هر قدر هم بیدار باشیم، تلاش بکنیم، اما عاجزیم. ضعف انسانی، ناتوانی انسانی، خطاپذیری که انسان دارد بر ما غالب می شود، هوای نفس بر ما غالب میشه، شهوت ها بر انسان غالب می شود. می بینید که در طول ماه و سال انسان در حالی که میدونه اما میلغزد. قطعا جاده دنیا لغزندگی دارد، ممکن نیست که انسان در این مسیرش نلغزه، بارها میلغزد، اما خدا خواسته که این لغزندگی ها، این خطاکاری ها، این ضعف ها و ناتوانی ها در یک محدوده خاصی جبران بشود. انتخاب کرده. شما خدا بهتون توفیق میده میرید مثلا عمره حج میرید، خب یه زمینه ایست برای جبران کردن. شب قدر از 1000 ماه برتری داره، خدا انتخاب کرده. و ربک یخلق ما یشاء و یختار، این دیگه پروردگارته، هرچه بخواد خداوند می آفریند و انتخاب و اختیارم دست اوست. انتخاب می کند. مکه رو انتخاب کرده از میان همه زمین ها و اماکن، بهترین و برترین بقعه و مکان در روی زمین، اونجایی که بالاخص کعبه بنا نهاده شده. از میان شبها شب قدر رو انتخاب میکنه. در طول هفته و ماه و سال خود روز به تنهایی روز جمعه رو انتخاب کرده. از میان ساعتهای 24 ساعته 1 ساعت یا 2 ساعت آخر شب انتخاب کرده، خودش انتخاب کرده. و از میان ماه رمضان و از میان روزهای متعدد 10 روز اول ذی‌حجه پروردگار انتخاب کرده. زمان همت کردن است. اینه که روزه گرفتن، صدقه دادن، ورد و ذکر، بلخص در مورد تکبیر و تحلیل و تحمید و در این دهه آدم تکرار بکنه، استغفار کردن، تلاوت قرآن، هر عملی که گفتیم هر که بر حسب توانش. یه نفر مثلا براش روزه گرفتن راحته، خب سعی بکنه روزه بگیره. یه نفر میبینید روزه نمیتونه بگیره، واقعا براش سخته، اما مثلا نماز خوندن یا صدقه کردن براش بهتره، میتونه اون کارا رو انجام بده. هر که بر حسب توانایی و استطاعت خودش و در حوزه استعداد خودش کارها رو انجام بده. لذا میبینید هر کسی از یک زاویه‌ای به خدا نزدیک میشه. ممکنه افرادی هم پیدا باشن که از زوایای گوناگون با نماز، با روزه، با صدقه، با جهاد هستن، ولی غالبا این گونه است که افراد میبینید در یک نکته خاصی میتونن راحتتر و زودتر به خدا برسن. یه نفر با اخلاق نیکش، یکی با صبر و تحملش، یکی با عفو و گذشتش. اینه که هر کس نگاه بکنه به خود، به استعداد خودش، به توانمندی خودش که در کدام نکته. شما نگاه کنید به عنوان مثال وقتی سخن از مثلا تدبر در قرآن هست، به عنوان مثال خیلی وقتا ما روایت ها داریم از صحابه و بعد از صحابه. هر صحابه‌ای در مورد یک آیه‌ای مثلا میبینید گهگاهی ازشون نقل شده، یا بعضیشون یا تابعین یا علما که در مورد یک آیه تأمل و تدبر خاصی داشتن، یا حتی گهگاهی میشده که شبها مثلا نماز تهجدشون با یک آیه بوده. شاید یک آیه برای یه نفر چنان اثرگذار باشه که برای دیگری نیست. ممکنه برای یه نفر آیه دیگه هست. یه نفر مثلا به عنوان مثال مظلومه، اونجایی که مثلا امن یجیب المضطر، مثلا کسی در مصیبت و بلا و گرفتاری افتاده، این آیه چنان باش انس میگیره، طرف دلش نرم میشه، اشکش جاری میشه، 1 بار 10 بار 100 بار میخونه. یه نفر گناه کرده، وقتی به آیه مغفرت و رحمت و آمرزش میرسد امیدوار میشود، ایمانش اوج میگیرد، رو اون آیه کار میکند. به همین صورت رفتارها و عمل کرده ما هم به همین صورته. یه نفر میبینید که خیلی راحت با یه عمل انس میگیره، اون گمشده خودت رو بدون و روش کار بکن، تقویت بکن ایمان خودت از اون زاویه و از اون بخش. این در مورد خود دهه هست. الحمدلله هنوز فرصت رو داریم، چیزی نگذشته.